سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره دروازه جهنم رو بسازیم. بچه ها نگاه کنید، من الان فول آهنم و اینکه الان دارم دروازه رو میکنم. لای 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 آچ لاوا 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 لاوا. بچه ها نگاه کنید، کل این چیزا کندیم و قراره بریم سمت دروازه خراب. بچه اینجا دروازه خراب بود، کوش یه دروازه خراب بود. بچه من و هیرا دوستم داریم یه چنل میزنیم. چنل تازه شروع کردیم، البته به حمایت های شما هم نیاز داریم، واقعا نیاز داریم. خب دیگه من برم دنبال دروازه خراب. لطفا لایک کنید. آی افتادم. تا من دروازه خراب رو پیدا کنم شما هم یه چیز، تا من دروازه خراب پیدا میکنم شما یه لایک کنید. حداقل اگه دنبال نمیکنید لایک، لطفا لایک کنید. ما اگه 200 تایی بشیم، 200 دنبال کننده داشته باشیم توی آپارات، میتونیم درآمد میتونیم ایجاد کنیم. خب من فعلا برم دروازه خراب رو پیدا کنم. بچه ها رسیدیم به دروازه خراب. خب بریم ببینیم تو چستش اول چیه. اوه یه خب اینو بدیم اینجا، اینم بیاد جا، این بیاد اینجا، اینم بیاد اینجا، اینم بیاد اینجا، اینم بیاد اینجا، اینم بیاد جای این مثل به در نخور. اینم میاد اینجا، اینم میاد اینجا. خب بچه ها من الان باید چیزا رو بسازم، دروازه جهنم رو بسازم. سریع علف سد شد. اینو میکنیم بچه ها. من اینو پارتیش میکنم تا بتونیم ماینکرافت رو تموم کنیم بچه ها. ولی سعی کنین ماینکرافت رو تموم کنین که جزو 17% تو کل دنیا بدون مود تونستن ماینکرافت رو تموم کنن. خب بچه این از پارت اول بود که بعد میرم داخل جهنم هم نشونتون میدم. و اینکه ممنون که ویدیو رو میزنین نگاه میکنید. و بچه ها ما هم چند روز مثلا نگاه میکنیم ویدیو نگاه میکنیم، ویدیو میذاریم. خب دیگه ولی حتما لایک کنید بچه ها. با حمایت شما خیلی نیاز داریم، چون که ما سن آنچنانی نداریم. ما حدودا 4-5 و اینکه تجهیزات داریم. مثلا رو PS4 براتون ویدیو میذارم، رو لپتاپ براتون ویدیو میذارم، رو آیپد براتون ویدیو میذاریم. خودم ایراد بچه ها ببینید. ولی ما به حمایت بیشتر شما نداریم. کیفیت دوربین الان من